با آن پای افضالهایشان حاجتخانه و دیگر جایهای افلاس می روند، نماز خواندن روا نیست. ما میگیم که آخر ما با جای نماز میخوانیم، لیکن با وجود این میگیم ممکن نیست. جوابش را از شما انتظارم بابایشان. و در حق من دعا کنید که سنجش و امتحانهای در پیش ایستاده را با سری بلند سپارم. خداوند اولا به این دادر عزیز و ثانیا به همه دانشجویانی که در دانشگاه‌های عالی تحصیل میکنند، چه در داخل چه در خارج، موفقیت در خوانشاتان خداوند نصیب کند و امتحاناتان با بهای اعلا سپارید و آینده برای وطن و برای ملت اسلام خدمت کنید و صاحب کسب و کار خوب و رزق حلال فراخ خداوند براتان نصیب کند. خوب، نماز در هر کجا درست است. خواه در صنف خانه میخوانید، خواه با جای نماز میخوانید، خواه به جای نماز میخوانید. صنف خانه عادتا پالها تازه است. اگرچه با پتینکه با طفلی آدم ها میگردند، دانشجویا با او طفلی اگرچه حاجت خانه میگوجم که میروان، وقتی که بعد از حاجت خانه برآمدن بالای زمین که قدم زده میبیایند و چیزی هم که در زیر او رسیده باشد با او طاهر میشود. بنابر پالهای صنف ها همش طاهر است. حتی به جای نماز هم نمازخانه درست است، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که خداوند برای من و امت من زمین مسجد قرار داد و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. که زمین همش برای امت اسلام مسجد است. خوب با جای نماز پرتای نور علی نور است. یکی به جای نماز هم که اگر نماز خانه بالا هم پالها ده نماز درست است، او برادرایی که میگویند درست نیست اونها خطا میکنند، اونها گپشان اصل و دلیلی ندارد. بنابراین یک آدم حاجت خانه میدراد با طفلیاش، خوب از حاجت خانه میبراد تا 20 قدم 50 قدم با زمین رفتن میگیرد. همین زمینی که میرد او زیرش اگر یگان نجاستی هم که رسیده باشد آب او تازه میشود. بنابراین او صنف پالش هیچگاه با این پلید نمیشود، به نماز نمیشود. از این سبب نمازاتان درست است. خواهش میکنم همه دانشجوهای محترم نمازاتان خانه، زیرا که خداوند شما را برای عبادت آفریده است. زندگی مقصود بهر بندگی است، زندگی به بندگی شرمندگی. و مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبارت از یک زمین شغل میده، سنگ میده داشت، خاک بود. بنابراین صحابه ها چه خیلی که در صحیح بخاری آمده است و در صحیح مسلم هم با پای افضل خود نماز میخواندند، پای افضل را نمیکشیدند. چه خیلی که در صحیح بخاری مسلم آمده است یک روز پیامبر صلی الله علیه وسلم در نماز بودند و در نیمی نماز از بالای پای افضلشان به زمین فرا آمدند. تمام اهل مسجد از بالای پای افضلش به زمین فرا آمد. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز را تمام کردن پرسیدند برای چی شما پای افضلهای خود را کشیدید؟ گفتن که یا رسول الله دیدیم که شما کشیدیم. گفتن یعنی این دلالت به پیروی صحابگان کرام، عیناً هر کاری که پیامبر صلی الله علیه وسلم میکردن. چه خیلی که جناب رسول الله از دست یک صحابه انگشترین طلا رو گرفتند و گفتن که ایعمد احدکم الی جمره، یکی شما مگر آتش رو به دستش میکند؟ به مردها حرام است طلا گرفتن به دست، عموما استفاده بردن طلا به مردها حرام است. گرفتند و به زمین پرت افتاد. بعد رفتن. بعد صحابه گفتن که گیر آخر استفاده برای طلا استفاده بردنش حلال است به مرد. شما میتونید طلا خرید فروشید، تجارتی طلا داشته باشید، شما میتونید و مقصد به همسرتان هدیه کنید یا فروشید. گیر و استفاده گفت که لا اخذه ابدا، هرگز نمیگیرم. لقد طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حقیقت این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت افتاد. چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت افتاد من نمیگیرم. گفت نگرفت. خلاصه یعنی سخت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو پیروی داشتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که برای چی پای افضل رو کشیدید؟ گفتن که دیدیم که شما از آن خود رو بدر کردید، ما هم بدر کردیم یا رسول الله. بعد گفتن که نه آخر من رو جبریل اومده خبر داد که در زیر پای افضلت چیزی هست، یعنی نجاست هست، شاید ندیده زیر کردن. بعد من کشیدم. گفتم